دوستان عزیز کاندیدای ما که یعنی کچگردان از کمتر با کارو با گیر بگیر نمیتونیم یعنی کارو یک طرف دستگیری میکنیم بعد در اینجا با 15 خمودیم یعنی کارو با خمودیم که درونش اصلیشه نمیوید بعد عرضی بدونیم که مطلب که روسته که ایتانه این نبرش شدیدانیم بینش اگر میشد دوره میوید به دوره و در اینجا ما انتهای دوال 42 گرفتیم بعد چی خواهید چی میکنیم که مطلب خود با اصلیشنش 50 سانتیمتر میمونه راسوتای که سکردن اولش نمیتگرده و راسوتی کمتر نمیتگرده با هم خواهید ما در اینجا یعنی 50 مدرسی فقط ما اگر 10 سانتیمتر رو بگیرد یعنی در من گلگین ما در 40 سانتیمتر باید در اینجا بگیرد سانتیمتر گلگین تقسیم شد. دوستان عزیز یک نازکی کارم برای شما میفهمونم شما با دقت گوش کنید که چگونه من میفهمونم وقتی که شما وارد خانه میشوید یعنی خانه رو سر میکنید گیدراوری میزنید یا لازر گیدراوری میزنید چهار طرفه راستچاتون که گرفتید راستچاتی پتالوک هم میگیرید در کجایی که باشد نه منالیتای و خود تختای و خم زده یک پالیگون باینش خم زده یعنی چهار طرف هم اگر راز میسکنم 3-4 سانتیمتر راز میسکنم منالیت دیگه شما به هر حال وقتی باینده ژلکه کشید منالیت باینه هر یک جوشا ارمنکه میکنید که مثال چند خمیدگی است که وقتی شما پتالوک سر کرده یعنی در واقع شما در هم نتیاده دست و بالا نرا و همون خاطر ما در کجایی که سر کنیم اول راسچوتای پتالوک مونم میگیریم بعد ژلکه میکشیم سنتردکی مقصد پتالوک ما دست و بالا نری یک وقت میزنی رفتی پتالوک بینش بلند باشد مجبوری که همه هوای بکنی این رو هیچ گاه